هیچ گیاهی برای رشد کردن، برای جوانه زدن، برای بیرون آمدن از خاک بدون تلاش، بدون زور زدن، بدون سختی کشیدن نمیتونه این مهم براش اتفاق بیفته. گیاه هم برای اینکه سر از خاک در بیاره باید تلاش کنه، باید سختی رو تحمل بکنه تا بتونه که سر از خاک بیرون بیاره، رشد بکنه و بزرگ بشه. ما انسان ها هم همینطور. ما هم برای رشد کردن باید سختی بکشیم، باید تلاش بکنیم، باید مطالعه بکنیم، باید جهانمون رو بشناسیم، باید با جهان پیرامونمون تو صلح بشیم تا بتونیم که رشد و شکوفایی داشته باشیم. طبیعت زیبا در منطقه علموت قزوین آرزوی صلح و سلامتی برای همه ساکنین کره زمین دارد.